خوب. التماس لطفاً مرا خوب گوش کنید. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. از آن چیزها که حلال و پاکیزه در این زمین است بخورید. خوراک‌های حلال و خوب رو بخورید. این چه معنی دارد؟ گوشت مرغ باید حلال باشد؟ من نمیخواهم وارد این بحث بشوم، میبخشید. آیا در مکدونالدز خوردن ممکن است؟ من نمیدونم. از یگان فقیه پرسید. ولی ببینید من به شما چی میگویم؟ خوراک حلال این تنها مسئله ذبح درست چارگان نیست، بلکه خوراک حلال این باز در بابت از کجا این پول را گرفتید، این مبلغ را از کجا به دست آوردید برای آنی که گوشت حلال بخرید. تو با پولی که با راه تجارت مشروبات به دست آورده ای با آن گوشت مرغ حلال میخری، این را کنی و چه گوشت خوک را خوری، هر دو یک است. تو میتوانی چقدر که امکان داری گوشت حلال خوری و اگر تو آن را از همان مبلغی بخری که با راه ریبا، حرام، خمر، میسر، نوشاکی‌های اسپریتی، قمار به دست آورده است، این را چه خیلی فهمیم؟ خوراک حلال؟ نه. الله میگوید از آن چیزهای حلال و پاکیزه که در زمین است، این کلمه تنها به گوشت خوراک ربط دارد. طیب، تازه، یعنی که به راه درست به دست آورده. هر دو جبهه ها روشن است. حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. و پای بر جای پای شیطان مگذارید. انه لكم عدو مبین. همانا او دشمنی آشکار شماست. شیطان دشمنی خود را از اول نشان داد. او گفت من آنها را به جهنم میآورم، من آنها را پست میزنم. چه خیلی دشمنی او آشکار می شود. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او شما را به بدی و زشتی فرمان می دهد و می خواهد که درباره الله چیزهای بگوید که به آن آگاه نیستید. شما درباره آن چیزهایی که میگوید فهمیشش را ندارید. او شما را مجبور میکند که شما این کار را کنید. میدانید بعضی دینها مراسم‌های روحانیشان رقص یکجای مردان و زنان را در بر میگیرد. بعضی مراسم‌ها و یا عادت‌های دینی پیشنهاد نوشیدن خمر را میکنند و بعضی وقت مراسم‌های دینی تغییرات وسیع را افاده میکنند. بی‌شرمی و بی‌حیایی مطلقاً چیزهای زشت، ولی این عمل‌های دینی، این مراسم‌های دینی آنها همین طور چگونه آنها پیدا شدند؟ کی به آنها علم را بخشید؟ این عموما نتیجه رشد جمعیتی نیست. این شیطان است که میگوید آیا به الله نزدیک شدن میخواهی؟ که این را بهاده. میدانی این بهترین است. بعضا وقت مسلمانان فریب این را میخورند. یک تبلیغات بود که هیچگاه از خاطرم نمیبراید. این تبلیغات ها بسیار عجیبند. این پلاکت در کدام دانشگاه بود من نمیگویم. این علاقه کیها بود. من میرفتم، در پلاکت نوشته بود اتحاد دانشجویان مسلمان تقدیم میکند. در دوامش باشد با حرفای کلان الله. من گفتم واه، برنامه درباره الله. ولی آنجا یک چیز دیگری نوشته بود که از دور معلوم نبود. نزدیک آمدم، نوشته است میرقصیم تا به الله نزدیک شویم. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او شما را چنان میکند که درباره الله چیزهای میگوید که از آن آگاه نیستید. من میخواهم با آنها صحبت کنم. شما چیکار کرده اید؟ این همه چی معنی دارد؟ برقصیم تا به الله نزدیک شویم؟ نماز چی؟ علاقه موافق نیست؟ از مود رفت؟ با شما چی یگان چیزی نو لازم؟ آخر چه خیلی میرقصیم تا به الله نزدیک شویم؟ یا چقدر بلند میپرید؟ میفهمی رقص این اظهار خرسندی است. الله باشد میخواهد که ما خرسند باشیم. برای همین چی الله میخواهد او به تو گفت که چنین اظهار خرسندی کن. خرسند شده تو به الله نزدیک میشوی. خیلی شرح عجیب. این همچنین حماسه است که چخاله که قریشی‌ها میگفتند که باید گرد کعبه اوریان به لباس رقص کرده شود. برای آنه که لباس این یک چیز صنعی است. ما باشیم مخلوقات طبیعی هستیم. ما باید به شکل طبیعی به خدا ملاقات کنیم. ها بله البته. کجا رویم؟ بله این کمک میکند برای رسیدن به چیزی، ولی تنها به الله نه. این همان است که تو چیزی حرام استعمال میکنی و این تو رو زیاد به حیا میسازد. تو حرام میخوری، از حرام درآمد میخری، زیاد دیدن کانتنت های زشت را آغاز میکنی، زیاد فیلم میبینی، به ضیافت ها میروی و خودت نیز آنها را تشکیل میکنی. همه‌اش خود به خود چرخ میزند. نابرابری ها به تو سر میشود اگر تو حرام استفاده کنی. تا این همه درجه میآیی که یگان جای بد ندارد. الله این را حلال کرده است میگویی. این آیات ها درباره فحشا و بدی ها است. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.